روزی پادشاهی از کنار مزرعه میگذشت. پیرمرد 90 ساله را دید مشغول کاشتن نهال زیتون. پرسید نهال زیتون 20 سال طول میکشد تا ثمر دهد، تو با این سن و سال به چه امیدی زیتون میکاری؟ پیرمرد لبخندی زد و گفت دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم و دیگران بخورند. این پاسخ پادشاه را خوش آمد. گفت جوابت حکیمانه بود و دستور داد 400 سکه طلا به او بدهم. پیرمرد خندید. شاه گفت چرا میخندی؟ پیرمرد گفت زیتون بعد از 20 سال ثمر میدهد، اما زیتون من همین الان ثمر داد. پادشاه باز دستور داد 400 سکه دیگر طلا به او بدهند. پیرمرد باز هم خندید. پادشاه گفت دیگر به چه میخندی؟ پیرمرد گفت زیتون سالی 1 بار ثمر میدهد، اما زیتون من امروز 2 بار ثمر داد. پادشاه دستور داد 400 سکه دیگر به او بدهند. پیرمرد باز هم خندید. شاه عصبانی شد و گفت ناکس، خفه کردی ما رو، خزانه به باد رفت، در دیزی واسه های گربه کجا رفته؟ زبون بدهن بگیر تو ندادم نقل داغت بکنن. پیری صبر کن بینم قربان برم. تو اگه منظورت از اون پیرمرد حاجی جنتیه، بحث بازنشستگی رو جا پیش نکش. اگه منظورت شارودیه که خب مرد تموم شد رفت. اگه منظورت آیه دکتر این داستان اصلا به نظام ما نمیخوره. الان مقام عظمای تحریم زده به کسی پول نمیتونه بده، حتی به سپاه. راستی آیه دکتر این چه فضاحتیه جعفری و کوثری را انداختن؟ حتی این نظام رو ریختن رو آب که اولش جعفری مشنگ همون که با تلفن خاموش صحبت میکنه گفت بذارین آتش به اختیار هر کاری خواستن بکنن. بعد که خود تو پوزش کوثری اومد گفت این منظورش این نبوده. اگه منظورش این نبوده غلط کرده این حرف زد. بنا نسبت در مثل مناقشه که نیست، مثل داستانه خودم میمونه که بالا تا پایین مقام عظما رو هدف قرار میده، بعد که شما ایراد میگیرین میگم منظورم این نبوده. خجالتم نمیکشم. نمیخواد ول کن یقه رو این چیزا به خاطر ترسه که اینطوری میشه. کدوم ترس؟ الان که نیروی استکباری از سوریه و افغانستان دکتر دارن میرن بیرون، این عقب نشینی اونا رو باید جشن بگیریم. تو نرو. تو نظامم اول یه عده بودن که جشن گرفتن، بعد دیدن از اونجاها کشید بیرون، یه ناوم فرستاد تو خلیج. حالا به نظرت عقب نشینی کرده یا اومده نزدیک؟ نه بابا. پس چی؟ صحبت مقام عظما رو با نیروی انتظامی شنیدی؟ نه خیر، من یه صحبت ایشون رو گوش نمیکنم. زخم معدم عود میکنه آی دکتر، میزنه دلمو درد میاره آی دکتر. اون بدبختم تو همین بنبست بشنگای جعفری و کوثریه. چه کار کنه؟ علنی بگه بزنین ببندین، خب برمیگردن میزنن تو پوزش. علنی نگه، تظاهرات ها بیشتر میشه. مرحوم عووی همیشه میفهمودن بزا بهادر از میکردن بله، میفهمودن که پیرمرده یه پسرش کشاورز بود، یه پسرش کوزه‌گر. رفت یه سری به شوب بزنه به کشاورزه، گفت کاروبار چطوره؟ گفت بذرا رو کاشتیم، اگه بارون بیاد که عالیه، اگه نه بدبختی. رفت پیش کوزه‌گره، گفت اوضاع چطوره؟ کوزه‌گره گفت کوزه ها رو ساختیم چیدیم که جلو آفتاب خوش بشن، خدا کنه بارون نیاد وگرنه بدبختی. پیرمرده برگشت خونه، زنش گفت اوضاع چطوریه؟ پیرمرده گفت چه بارون بیاد چه بارون نیاد بدبختی. وضعیت نظام و مقام عظما به طور خلاصه اینطوریه. گذشته که حالشو گرفته، آینده که حالی برای رسیدنش نمونده، حالی که حال آدمو به هم میزنه. آی دکتر نمیتونیم یه طوری یواشی حرفای قبلی رو که زدیم پس بگیریم؟ آخه بدیش اینه که وقتی قپی الکی بیای همه وای میسن نگاه میکنن که بعد چه کار میکنی. نمیتونی همینجوری سر قرار کج کنی و دور بزنی. مرحوم عووی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفهمودن مشنگه رفته بود باشگاه، یک مرسی کنی و گفت داش این دنبل 40 کیلویی رو لازم داری؟ مشنگه اومد افم بیا جلو بقیه، گفت آره داش میخوام بزنم. اونم گفت باشه. رفت همون کنار نشست ببینه این میزنه یا نه. تازه غضبناک هم نگاه میکرد که اگه نزنه فکشو براش بزنه. هیچی دیگه. طرف با جون کندن 2 تا زد، خلاصه خون دماغ و کمردرد و تشنج گرفت، ولی فکشو حفظ کرد. آیا دکتر بحث بودجه رو میخواستم بگم، چرا اینطور شد؟ تو مجلس هم دعوا شد. این همه بحث امید درمانی اینا کجا رفت؟ چرا بودجه دوباره ناامید کننده شد؟ امید درمانی خورد به لب جدول.
دروغ و حق بازی خب بدیش اینه که تا یه جا میبرتت بعد یهو میذارتت. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض کردم بله میفرمودن وکیله برای دفاع از متهم که متهم به دزدی هم بود دیگه، گفت آقا این طفلی فقط دستشو از ویترین طلا فروشی کرده تو، عدالت حکم نمیکنه که برای مجازات یک عضو بدن همه بدن مجازات بشه و بیفته تو زندان. قاضی زبل بود، گفت راست میگی، پس من حکم حبس رو فقط برای دستش صادر میکنم، میل خودشه کنار دستش بمونه یا جدا بشه بره. متهمم از این پیچیده تر بود، دست مصنوعیشو در آورد گذاشت رو میز، گفت خدمت شما، یه پوزخندی هم زد. آیا دکتر این مثال که بحث شما رو ضایع کرد، دوزه با دروغگویی نجات پیدا کرد. دندون رو جگر بذار، هنوز داستان تموم نشده. اونم مثل تو ذوق کرد، ولی تا اومد بره قاضی گفت بیای نگاه پنجره بکن، اون 4 تا مرسی هیکل 120 کیلو به بالا رو میبینی؟ پسرای طلا فروشن که قسم خوردن تیکه تیکت کنن. منم که خب قصاص قبل از جنایت نمیتونم بکنم، ولی قول میدم هر کدومشون تو رو بکشه خودم محاکمه‌اش کنم، هرچند ممکنه به درد تو نخوره. حالا برو، روحت شاد. دزده برگشت دست قاضی رو بوسید، گفت زودتر برم زندون که وقت عزیز شما تلف نشه. روشه شد یا برفستمت که بری دست قاضی ببوسی. دکتر این سفارتخونه های ما تو اروپا سفارتخونه یا ذلیلخونه؟ سفیرمون تو آلبانی رو با خفت خاری بیرون کردن. خفت و خاری میخوای؟ چرا اونجا رو نگاه میکنی؟ بیا بیخ گوش خودمون نگاه بکن. خفت اینجاست که یه مشنگی عین بهرام قاسمی رو گذاشتیم سخنگوی وزارت خارجه که جواب این حرفا رو بده. همه دنیا میفهمن که دیگه آدم نداریم تو نظام که رسیدیم به این. مشنگ دکتر گفتم چه کار کردیم؟ میگه از طرق مقتضی اعتراض کردیم. میخواد ادای سخنگوهای درست حسابی کشورهای درست حسابی رو در بیاره. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض کردم بله میفرمودن که طرف تو قهوه خونه یه افهی اومده به قهوه چی گفت همیشگی، قهوه چی ما نزدیک بهش گفت خفه بمیر بابا، این اداها مال رستوران گرون قیمته، عین بچه آدم بگو چی کوف میکنی. دکتر تو این برنامه تصویر خیلی سیاهی از نظام ارائه کردین، ولی مقام عظما گفتن اینا هیچ کدوم بدبختی نیست، بدبختی تو بنبسته که ما هم نداریم. خب شاید اون موقع که این حرفو زدن گرم بودن نمیفهمیدن چی دارن میگن. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله میفرمودن تو جبهه داشتن جسدا رو جمع میکردن تو گونی، یکی گفت من زندم کجا میبرین؟ مشنگه گفت خفه شو بی برو تو گونی، مردی ولی گرمی حالیت نیست. دکتر خجالت هم خوب چیزی از مقام عظما که هنوز نمانده. اگه خجالت خوب چیزی به مقام عظما بود که حرفا رو نظره آقا یه حرف کشکی چیه تو مقام مقام عظما